برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. سلام تماشابینان گرامی، امیدوارم همگی تن صحت و سلامت هستید. برنامه سیاسی تحلیلی دیدگاه را با کمال میل برایتان تقدیم میکنم. در برنامه امروزه ما درباره مادر حرف میزنیم که مقامات تاجیکستان به خاطر پیاده کردن سیاست‌های پلیدشان از این پیرزنی بیچاره سوء استفاده کرده جیگرش را زردآب توده کرده اند. یک جیگربندش فرزندش را در زندان کشته، دیگری را هم به سالیان دراز به کنج زندان انداخته اند. بختیار عبدالصمدوف، برادر زندانی حسین عبدالصمدوف، از جانب دادگاه عالی تاجیکستان به 20 سال دیگر زندان محکوم شده است. بختیار اینک 11 سال است که در زندان به سر میبرد. او سال 2009 از آزادی محروم شده بود. به اطلاع مادرش، بختیار از بیماری سیل رنج میبرد. برادرش حسین عبدالصمدوف که رهبری گروهی حمله‌ور به سیاحان خارجی به دوش داشت و به حبس ابد محکوم شده بود، روز 3 مارس سال جاری در زندان به طور مرموز جان داد. مقامات سبب مرگ او را از کار ماندن گرده هایش میگویند، اما با گمان غالب حسین در زندان کشته شد. حسین چیزهایی را میدانست که افشا شدنشان برای مقامات تاجیکستان درد سر زیاد ایجاد میکرد. اما برادرش بختیار عبدالصمدوف 39 ساله که 11 سال آن را پس پنجره سپری کرده است، برای تشویق محبوسان زندان شهر وحدت به آشوب گناهکار دانسته شده است. او سال 2009 به شریکی در جنایت، تشکیل اتحاد جنایی و یاری به ورود غیرقانونی شهروندان خارجی عیبدار و به 16 سال حبس محکوم شده بود. اکنون این بنده خدا 20 سال دیگر در محبس نظامش سختی شهر باختر اذیت خواهد کشید. البته اگر عمر وفایش کرد و یا تقدیری برادرش نصیبش نشد، 20 سال در زندان باقی میماند. وگرنه کی میداند که تا 20 سال کی هست و کی نیست. اما مادر بختیار به این حکم راضی نیست. مادرش گفته است بختیار در شب آشوب بیمار بود و در آن شرکت نکرده است. میدانید این مادر کی است؟ این مادر گلچهره عبدالصمدوف، همان مادری که چندین مراتبه در گردی همایی‌های مضحکوی تشکیل کرده مقامات شرکت کرده بود. حالا بدتر در این باره گپ میزنیم. عبدالصمدوف گلچهره، این پیرزن به رادیوی آزادی اظهار داشته که با پسرش پیش از آن که به زندان باختر فرستاده شود صحبت داشت. این مادر جفادیده گفته است بختیار گریسته است که در این کار دست ندارد. پروندهش را چند بار بررسی کردند، لیکن در آخر همین خیل حکم برآوردند. مادر گفته است از دست ما چی می آید؟ سلامتیش هم خوب نیست، بیماری سیل است. یک مقام دادگاه عالی تاجیکستان گفته است پرونده بختیار عبدالصمدوف همچون تشویقگر زندانیان به جهاد و جداگانه از آنهایی که در آشوب شرکت داشتند بررسی شده است. به گفت این منبع بختیار عبدالصمدوف از لحاظ معنوی آشوبگران را آماده کرده این عمل را بسیار ضروری و مهم می‌خوانده است. مقامات اعتراف کردند که عملاً بختیار در آشوب پر را اشتراک نکرده بود، ولی اشتراکداران آشوب شاهدی دادند که زیر تشویق عبدالصمدوف این عمل را درست پنداشتند و نقشه اش را به دیگران تحریزی کردند. در مجموع برای تشکیل و همدستی در آشوب ماه می سال گذشته در زندان شهر وحدت 28 نفر محکوم شدند. حکم آنها آخر سال گذشته صادر شد، ولی پرونده بختیار عبدالصمدوف 2 بار از سر نو تفتیش و در نهایت ماه پیش نهایی شد. یادتان باشد
اگر تماشا کرده باشید قضیه آشوب در زندان وحدت را یکی از شاهدان آن ربیف سعید اکابیروویچ در یک صحبتش در برنامه باید گفت با شرافالدین گدایف افشا کرد. او گفت که هیچ آشوبی نبود. مقامات زندان حدود 70 نفر را جمع کردند و امر به دویدن کردند و بیش از 50 نفرشان را پراندند. بیانات و اظهارات مقامات درباره این آشوب نیز ساخته بودن آن را تصدیق میکنند. حالا مقامات جز این که بیش از 50 نفر را کشتند، 30 نفر دیگر را حکمهای سنگین دادند و در گمان است که کسی از آنها زنده بیرون آید، زیرا به مقامات دیگر شاهدانه مثل سعید ربیف لازم نیستند. بختیار عبدالصمدوی بیچاره یکی از این شاهدان است که اکنون تا 60 سالگیش باید در زندان نظام شدید عمرش را سپری کند. با گمان غالب حکم قبلی او نیز ساخته و بافته بود و این مسکین هیچ گناهی ندارد. حسین کشته شد. برادرش بختیار 20 سال دیگر پس پنجره میماند. بحث حالا سر گناهکار یا بیگناه بودن آنها نیست. درباره تروری که حسین رهبریش را داشت ما شاهدهای در دست داریم که ثابت میکنند حسین آن عملیات را با همدستی مقامات تاجیکستان انجام داده است. ما به این موضوع روز با دلیل و شاهدهای زیاد میپردازیم و افشا خواهیم کرد که کیها آن عملیات را تحریزی کرده و انجام داده اند. حسین بختیار مادری دارند با نام گلچهره عبدالصمدوه، چنانه که پیشتر ذکر کردم. اکثر آنهایی که رسانه ها و شبکه های اجتماعی را پیگیری میکنند این پیرزن مظلوم را میشناسند. این پیرزن مظلوم در چند گردی همایی های تأسیس داده مقامات شرکت کرده علیه مخالفین سخن کرده بود. باره حتی کوشش کرد به سرش بنزین ریخته و خودش را آتش زند. گلچهره عبدالصمدوه مخالفین به خصوص حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و رهبر آن محیدین کبیری را در آن عملیات گناهکار می‌دانست و دعوا می‌کرد که پسرش قربانی دسیسه‌های مخالفین شده است. عیناً حرف‌های مقامات را که در آن حمله تروریستی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را متهم می‌کردند و تکرار می‌کرد و در تظاهرات ضد مخالفین فعالانه این پیرزن شرکت داشت. اما بعد حکم ابد گرفتن پسرش این مادر یک بار خاموش شد و از صحنه مسحکه های حکومت غیب زد. مادری که نمیدانست پسرش چه حکمی خواهد گرفت سخت اعتراض میکرد. در تکاپو بود، اما وقت اعلان شد که پسرش تا آخر عمر در زندان خواهد ماند یک بار خاموش شد. نه مخالفین را به حکم ابد گرفتن پسرش گناهکار کرد و نه کسی را دعای بد کرد. گویا یک بار به تقدیرش تن داد. حتی زمانی که پسرش کشته شد کسی را گناهکار و ناله و شیوه نکرد. وقتی پسرش تنها بازداشت شده بود دنیا را به سرش برداشت، اما برای حکم و مرگ پسرش دیگر صدای نبرآورد. برای چی؟ مگر برای یک مادر درد سنگینتر از حکم ابد و مرگ پسرش وجود دارد؟ تماشابینان عزیز، به اندیشه شما چرا این پیرزن قبل از حکم پسرش اینقدر فعال بود اما بعد آن یک بار خاموش شد؟ فکر میکنم یگانه پاسخ این سوال ها این است که از درد این مادر بیچاره سوء استفاده کردند. وقتی این مادر جبر دیده که 10 سال باز در فراق فرزند دیگر زندانیش میسوخت راضی بود برای نجات فرزند خردیش همه کار را انجام دهد. با او گفتند که چی کار باید کند، همان را کرد. باید در تظاهرات فعالانه شرکت کند، به مخالفین و رهبرانش لعنت فرستد، در صحنه کوشش خودسازی نقش بازد و غیره. همه این را اجرا کرد.
مگر مادر برای نجات فرزندش به بیشتر از این قادر نیست؟ قادر است. اما وقتی کارشان تمام شد، مادر بیچاره را کیدت کردند و برای همیشه از دو جگربندش محروم ساختند تا 20 سال دیگر این مادر هست یا نیست. هیچ کسی علیه این مادر حرف نگفت، هرچند چندین نفر را این مادر طبق گفته های مقامات تهمت کرد و میخواست با همین پسرش را از چنگال ظالمان نجات دهد. هرچی هم گفت جامعه او را درک کرد. هیچ کس علیهش چیز جواب نداد، نه از مخالفین و نه از کاربران شبکه های اجتماعی. حتی گروه از بی‌ادبان شبکه ها که همیشه به این گونه نفران میتازند و دشنام میکنند خاموش بودند. چرا؟ زیرا بی‌عقل ترین و بی‌فراست ترین انسان حتی میفهمد و میداند که مادر چقدر برای فرزندش درد میکشد. هر کسی قلب و کمترین عقل و درک دارد اعتراف میکند که مادر را به هیچ کاری، حتی به هیچ جنایتی که برای نجات فرزندش کرده است نمیتوان گناهکار کرد. ما هزارها قصه و داستان درباره خودفدایی مادر به خاطر فرزندش را داریم. تاریخ شاهد خود را قربانی فرزند کردن میلیون ها مادر شده است. این یک حقیقت زندگی است و کسی را به تعجب نمی آورد. تعجب آور از همه در این قضیه عملکرد آنهایی است که این مادر بیچاره را مجبور به تحقیر کردن خودش کردند. مادری که قلبش پاره پاره بود، مادری که جگرش برای فرزندش می سوخت، شاید شبها چشم به هم نمی بست و گریه و ناله می کرد، مجبور کردند دردش را کنار گذارد و در یک صحنه بی ارزش و احمقانه آنها نقش بازی کند. کاش اقلا به عوض این نقش بازی کردنش سبوکی در حکم فرزندش می دادند. کاش برای این جان فداییش اقلا فرزندش را نمی کشتند و اجازتش می دادند در چند ماه یک بار ببیند. کاش اقلا فرزند کلانیش را آزاد میکردند، ولی هیهات نکردند. هم خودش را تا حد امکان با تحقیر و این طرف و آن طرف کشیدنهایشان تا حد امکان شکنجه روانی کردند و هم از دو جگربندش محروم ساختند. مطمئناً این مادر حالا شبها با گریه دست سوی آسمان برداشته و دعا می کند. کی را و چی دعا می کند معلوم است. آنچه به ما می ماند این است که برای همه دعاهایش آمین بگوییم. آمین یا رب. تماشابینان گرامی، البته مادران این ظالم ها هیچ گناه ندارند. دعای بد کردن هم کار خوب نیست. ولی راست دیگر نه صبر و نه طاقت مانده است، نه قدرت جز قدرت پروردگار که ظالمان را به سزایشان رساند. البته انشاءالله به زودی این رژیم به خاک یکسان خواهد شد و همه این ظالمین تا بزرگترینشان به دست مردم خواهند خورد. به این شک هم وجود ندارد. ولی وقت درباره آن اندیشه میکنی که حالا گلچهره عبدالصمد و این مادر مشتیپر و مظلومه از شنیدن حکم نوی پسری کلانیش به چه حال افتاده است، قلب پاره پاره می شود. بنابر بیایید بینندگان عزیز، من دعا می کنم. منی بنده عاجز خاکی گناهگار دعا می کنم. لطفاً شمای عزیز آمین بگویید. پروردگارا،
ای قادر توانا و ای بینای شنوا، ای آنی که بینت و بین مظلومین پرده ای نیست، مادران همه آنهایی را که به مادری حسین و بختیار اینقدر ظلم را روا دیدند، بروز این مادر مشتیپر گلچهره عبدالصمد و به بدتر از آن گرفتار گردان. یعنی این فرزندان ظالمشان را به همان شکلی که دیگران را شکنجه میکنند و به محبس میفرستند و میکشند، به شکنجه، زندان و مرگ خاری و زاری گرفتار کن. هر نفر از این کارمندان مقامات فرزند مادر را بیگناه حبس، شکنجه و زندان کرد یا کشت، مادرش را بر روز این مادران مظلوم گرفتار گردان. هر کسی از آنها که بیگناه زن را از شوهر، فرزند را از پدر جدا کرد، زن فرزند خودش را بر روز آنها و بدتر از آن گرفتار گردان یا رب. البته من از مادران و همسران فرزندان این لعنتی ها عذر میپرسم. به هر حال آنها گناهکار نیستند، ولی ظالم باید به سزایش رسد و وقتی رسید طبیعی است که زن و فرزند و پدر و مادرش اذیت میکشند. به بیشه آتش افتید تر و خشک برابر میسوزد. همچنین میخواهم مراجعت به پیوندان این ظالمین داشته باشم. بینندگان عزیز، هر نفر از شما پدر و مادر یا زن و فرزند این ظالمان را میشناسید، لطفاً این مراجعت بنده را برایشان رسانید. فرزند، شوهر یا پدر شما به مردم، به مادران مشتیپری زنان بیچاره و فرزندان معصوم مردم ظلم میکنند. اگر میخواهید دعای این مظلومان روز گریبان شما را نگیرد که حتما میگیرد، فرزند، شوهر یا پدر ظالمتان را از ظلم باز دارید. اگر نداشتید خودتان سزاوار این دعایید. اینجا پایان برنامه امروزی ماست. تماشاگران عزیز، لطفاً زیر نوار علامتی لایک را پخش کنید. هرچی قدر تگمه لایک پخش شود، همان قدر زیاد این نوار در شبکه یوتیوب توصیه می شود. باقی در پناه الله بمانید. خیر، با امید دیدار در روز دیگر. السلام علیکم و رحمت الله. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام. علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام. مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام .net